بحث قطع نیروی برق در تاجیکستان. خبرنگاران در این نشست تلاش کردند به سؤالهای خود در این باره از وزیر انرژتیک پاسخ گیرند. چرا با وجود دستور رئیس جمهور درباره تامینات برق، تامینات کره برق و ساکنان، تا حال ساکنان منطقه در تاجیکستان شبانه از برق محرومند؟ مشکل اساسی تامین برق چیست؟ پاسخ وزیر دلیر جمعه به این پرسش خبرنگار ناروشن بود. وزیر تلاش کرد از کار نظام انرژتیکی کشور در روزهای سرد توصیف کند. یک چیز گفتنم در کار است که در همین سال یکمین بار در تاریخ اگر ما سال 2022 گیم تولید برق زیاده از 21 میلیارد کیلووات ساعت قریب 21 میلیارد کیلووات ساعت تشکیل داد که این بالاترین نشان داد در تاریخ سای الکتروانرژتیک می باشد. لیکن اگر ما درباره خنکی ها گپ زنیم استعمال شبانه روزی 81 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد که این نشان داد دم بالاترینه که ما در سالهای آخر عموما در تاریخ سای الکتروانرژتیک و دلیر جمعه در شرح قطع انتقال برق صدمه ها را هم ذکر کرد، ولی نگفت که در روزهای سردی در کشور چقدر صدمه ها ثبت شده است. پاسخهای وزیر انرژتیک درباره تامین برق خبرنگاران را قانع نکرد. سوال مشخصی من این است که آیا سوء مدیریت یا مدیریت نامؤثری فروش برق و فساد مالی در عرصه فروش برق ممکن است که از جمله عامل‌های باشد که روی این مسئله تاثیر گذاشته. روز 11 ژانویه تاجیکستان را سردی‌های شدید فرا گرفت و شرکت برق تاجیک اعلان کرد که با دستور رئیس جمهور محدودیت برق از میان برداشته شد، ولی ساکنان گفتند که فقط 10 روز به محدودیت برق گرفتند. به گفته ساکنان از ساعت 10 شب تا 5 صبح انتقال برق به منزلشان قطع می شود. حکومت تاجیکستان رسیدن به استقلالیت انرژتیکی را یکی از 4 هدف استراتژی خود اعلام کرده است. با وجود بنیاد 10 نیروگاه‌ها، ساکنان تا حال در فصل‌های تیر ماه و زمستان از نرسیدن برق شکایت می‌کنند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.